به سینه‌اش خنجری تا دست بینو وای سرشو وای احوالش بپرسم سهرایم مزارش بسته بینم آیه دکتر از قدیم گفتن تعارف اومد نیومد داره. اگه خاطرتون باشه تو یکی از برنامه ها به شما گفتم که زنگ در خونتم هر کی بخواد تو رو ببینه باید اول منو بزنه. من که میدونم که اینا همش حرف مفت بود. شما میدونین منم میدونم، اما چشمتون روز بعد نبینه. اون مرسی هیکلی که اومده بود شما رو ببینه نمیدونست، گفت اومدم دکتر رو ببینم، همین که گفت افتاد به جونم حالا نزن و کی بزن. دمشگر بعد که زدنش تموم شد گفت خودت گفتی هر که میخواد دکتر رو ببینه اول باید تو رو بزنه. البته من شرمنده اخلاقتم. شماره کفش چنده؟ چطور مگه آقای دکتر؟ میخوام بزنم اینجا تا همه بدونن که خاک پاتم. روشن شد یا همچی بزنم که گرد و خاک پا بشه. این حرف مفتو بس کنیم بریم سر سوالات. برو ببینیم. توی نظام یکیه که خنداش حالا همه رو به هم میزنه. معلومه دیگه، جواد زری. ای والله زدی بخار. این مسافرت رفتناش چیه؟ هر جا میره فقط فضیحت و بیابرویی میخره و پست میکنه. آخه اولاغم وقتی از جایی رد میشه پاش میره تو سوراخ، سرش هم ببریدی از اون جا رد نمیشه. آقای دکتر مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که شعور که به ژست و پوز و خونه و ماشین و لباس و این حرفا نیست. و اگر نه گاو هم سواریش خوبه، هم خونش وسط باغه، هم لباسش 100% چرم خالصه، تازه با معرفت هم هست. به جای من هی میگه مو. روشن شد یا بذارم تا بری وسط باغ دور گاوا به چرخی برای خوده. باید این همه روشن کنی. من روشنم. تو اجلاس شانگهای چرا نذاشتن این بدبخت سخنرانی میکنه؟ مگه دعوتش نکرده؟ آخه جاش نبوده. ناکس بی خودی خودش انداخته بود وسط اون داستان. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که توی مجلس جشنی دیدن یارو وسط مجلس بدجوری داره میرقصه، رفتن سراغش گفتن جناب عالی کی باشی؟ گفت من از فامیلای دامادم. گفتم ببخشید اینجا جشن تولده. روشن شد یا همچی بذارم قربه برم بالایی. خودت سوال میکنی پای قیمت استراتژیکش باش دیگه. مگه بنا نبود این روسیه از عضویت نظام توی این اجلاس شانگهای دفاع بکنه؟ نظام این همه داد به این چین و روسیه خودم، ولی دست آخر کشکم کف دست نظام نذاشتن. آها، مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که برق خونه مشنگه رفت، قابلمه برداشت ناکس رفت در خونه همسایه که مقدار برق بگیره. همسایه 7 خط بود. بهش گفت خب همین کارا رو میکنی که میگم بیشعور و نفهمی، اقلا یه قابلمه پلاستیکی میآوردی که برق نگیرتت. روشن شد از راه دور یا یه قابلمه تو پر برقت بدم. روشن آقای دکتر، خودتونم میدونین آقای دکتر. همه اینها به کنار، از این مسافرت ها هیچ چیزی نصیب نظام نشد. خب نه اینطوری هم نیست که هیچی نصیب نشد. کلی دعوا و مرافع و فحش و بد و بیرا را افتادی وسط. بدبختیایی هم که تو خود اجلاس رقمونو نگرفته بود تو دعوای بعدیش گرفت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه با یکی تصادف کرده بود. تو تصادف هیچ کدوم هیچیشون نشد، ولی پیاده شدن همدیگر هم چیز زدن که الان جفتشون تو CCU هست. روشن شد یا برفستم زیر پروژکتور اتاق عمل. آی دکتر خیلی روشن میکنی، خیلی روشن. آی دکتر سریع و روشن بگین این چه صحبتی بود که مقام عظما در مورد دزدی‌های توی نظام و حقوقای نجومی کرد؟ تهش کلو داد چه بوده و چه بوده؟ پس می‌خواستی بگی نبوده؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که پدره از پسرش پرسید ادکلونت چند میخری؟ پسره گفت 50 تومن. پدره گفت من 25 تومن میگیرم، به رو خودم نمیارم که تو سیگار میکشی.
روشنه یا یه فندک بکشم زیر سیگارت. آقای دکتر شما استراتژیست یک نظامی و مقام عظما همه امیدش به شماست، ولی آقای دکتر یکی از همون روزایی که تو سیسیو بودم اون مرسی هیکل زده بودم شنیدم که حاج رفسنجانی گفته بود 2 نفر که اسمشون هم مخفیه انتخاب شدن برای جانشینی مقام عظما. مگه مقام عظما زبونم لال روم به دیوار رفته پیش امام که براش جانشین گذاشتن؟ محکم بشین این جواب استراتژیکی رو بگیر. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن وزد بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که پسره تو سردخونه با باد بزن بابای مرحومش رو باد میزد. مردشوره صحنه رو که دید دلش سوخت گفت پسر جون این مرحوم دیگه گرم و سرما حالیش نمیشه که خودت اینقدر اذیت نکن. پسره گفت آخه گفته بود بذار کفنم خوش بشه بعد ارثمو تقسیم کن. حالا به نظرت خوش شده؟ طوری این طرف رو کشتی دزدشم که کردی حالا میخوای تاییدی هم از ما بگیری آقای دکتر خان. ولی من محترمانه بهتون میگم اگه فکر میکنید چند وقتی نبودم و حالا میتونید به مقام عظما بگین دزد و گفتین کفنش کنین و بزنش تو سردخونه و بادش بزنین منم با شما دعوا میکنم اشتباه میکنه آقای دکتر. بهتون میگم که گفتی کم گفتی که زیاد نگفتی. نه خیر من کم نگفتم تو کم گفتی. ناکس به شادوز نظام میگی دوز های بدبخت بیچاره پس این همه تجربهش کجا رفته؟ بی انصاف الکی که ولی فقیه نشده که این سر دوز نبوده. بازم راه دور برگشت بودم دعوا